سلام، امروز اومدیم داستان خواستگاری زال از رودابه و تولد رستم رو بشنویم. اینجا یکی دیگه از قسمت‌های شاهنامه توی کانال زبون مادریه. همین اول ویدیو یادتون بندازم که میتونید برای شنیدن ادامه داستان ما رو سابسکرایب کنید. اگه دوست داشتید ازمون حمایت کنید کافیه زیر همین پست برامون کامنت بذارید. خب برسیم به داستان. اونجا بودیم که زال از سفر برگشت و رسید پیش پدرش سام. همونجا پدرش بهش گفت از طرف مهراب دعوت شدیم به کاخشون، نظر چیه، بریم یا نه؟ توی جوابش هم زال میگه تو پدر منی و هر جا بری پشت سرت میام. توی جواب زال دلتنگیش مشخص بود، اون شوق دیدن رودابه کاملا داد میزد. همونجا سام نامه میزنه به مهراب و خبر رفتنشون رو میده. حرکت میکنن به سمت کابل و توی استقبالشون هم مهراب با کاروانش سر راه ایستاده بود. وقتی دیدشون از اسبش پیاده شد و یه خوش آمدگویی گرمی کرد براشون. بخندید و سیندخت را سام گفت که رودابه را چند خواهی نهفت. بدو گفت سیندخت هدیه کجاست اگر دیدن آفتابت هواست. چون این داد پاسخ به سیندخت سام که از من بخواه آنچه داری تو کام. ز گنج و ز تاج و ز تخت و ز شهر مرا هرچه باشد شما راست بر. توی کابل برای ورود مهمونا کلی شهر و تعظیم و جشن بزرگی را انداخته بودن. سام و زال از دیدن این صحنه‌ها خیلی خوشحال شدن. وقتی رسیدن به کاخ همونجا سریع زال رو به سیندخت مادر رودابه میکنه و میگه تا کی قراره رودابه رو ازم قایم کنی؟ سیندخت جواب میده برای دیدن دختر من چی کادو آوردی؟ الکی نیست که دخترم رو ببینی. زالم میگه من هر چی که دارم و به پای رودابه میریزم، شما فقط بگو چی میخوای، هر گنج و طلایی که بتونم برای رودابه من در اختیار میذارم. سیندختم وقتی این جوابو میشنوه خیلی خوشحال میشه و از این حرفا راضی میشه و زالو پیش رودابه میبره. همزمان با دیدار زال و رودابه اون طرف سام و مهراب در مورد ازدواج و مراسم صحبت میکنن. این مراسم عروسی به طوری بوده که اصلا 4 هفته طول میکشه، کل کشور رقص و آواز برپا میشه. توی همین مراسم هم سام رو به زال میکنه و میگه منوچهرشاه فرمان روایی گرگساران و مازندران و باختر رو به من داده، منم تقدیمش میکنم به تو به عنوان کادوی عروسی. و اینجوری میشه که زال فرمان روا و رودابه ملکه میشه. سپرد آنگهی پادشاهی به زال، برون برد لشکر به فرخنده فال. سوی گرگساران سوی باختر، درفش خجسته برافراخت سر. شبم گفت کان پادشاهی مراست، دل و دیده با ما ندارند راست. منوچهر منشور آن بوم و بر، مرا داد و گفتا همی دار و خر. بترسم ز آشوب بدگوهران، به ویژه ز گردان مازندران. زمان زیادی رد نشد از عروسی که رودابه باردار شد. روزای سختی رو میگذرون، اونقدر سخت بود که فکر نمی‌کرد بعد دنیا اومدن بچه خودش زنده بمونه. بالاخره هم وقت فارغ شدن رسید. اونقدر حال رودابه بد بود که توی این زمان چند باری از حال میره ولی بچه به دنیا نمیاد. همه ازش قطع امید میکنن. خبر به گوش زال میرسه که کجای بیا همسرت داره از دنیا میره. زال خودشو سریع پیش رودابه میرسونه. وقتی حال زنشو میبینه خیلی تو خودش میره، تو فکر میره، خیلی غمش میگیره که یهو یاد حرف سیمرغ افتاد که بهش گفته بود هر وقت نیاز به کمک داشتی این پر رو آتیش بزن. سریع دستور میده یه آتیشی درست کنن و پر سیمرغ رو توی آتیش میندازه. سر و کله سیمرغ پیدا میشه. حال بعد زالو میبینه، ازش میپرسه چی شده، چه اتفاقی افتاده که اصلا منو خبر کردی. زال کل داستان رو براش تعریف میکنه. سیمرغ سریع دکتر میخواد، میگه به رودابه شراب بدید تا درد حالیش نشه، بعد از پهلو رودابه رو ببرید، بچه رو بیرون بیارید و بعدش هم بدوزید. همین کارم میکنن دکترها و بچه سالم به دنیا میاد. بچه زال با قد بلند و هیکل درشت به دنیا میاد، طوری که اصلا کسی نوزادی به اون شکل ندیده بوده تا اون موقع. واسه همین هم اسمشو رودابه و زال رستم میذارن. یکی بچه بود چون گوی شیروش،
به بالا بلند و به دیدار کش، همه موی سر سرخ و رویش چو خون، چو خورشید رخشنده آمد برون. دو دستش پر از خون ز مادر بزاد، ندارد کسی این چنین بچه یاد. شگفت اندرو مانده بود مرد و زن، که نشنید کس بچه ای پیلتن. این قسمت هم تموم شد. امیدوارم مثل همیشه ما رو حمایت کنید، نظرات و انتقاداتتون رو برامون ارسال کنید. از این هفته قراره توی بخش ویدیوهای کوتاه براتون حکایت‌های کوتاه بگم. امیدوارم از این سری ویدیو هم استفاده کنید و لذت ببرید. ممنون.